مملکت ایران اشغال شد، با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟ راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنند. اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها بهترین، هنوز محکم‌ترین اقتصاد دنیا رو دارن، اینا بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدن از نیروی نظامی، ممنوع شدن که نیروی نظامی داشته باشن. خب نیروهای نظامی بیشترین خرجای کشورهای در حال جنگ رو می‌بردن. کدومشون آزاد شد رفت دنبال کارهای علمی و تولیدی، اقتصاد علمی و دانشمندان برای خودشون درست کردن، آسیب پذیر هم نیستن. این راه باز شده در ایران. مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجام برسونه. تمام سلاح‌ها رو بذاریم کنار، به شرطی که اسرائیل هم بذاریم کنار. ولی با تمام این اوضاع ما به دنبال اینیم که به اینا ثابت کنیم که ما به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم. در سال 2016 همین تیمسار نصیرزاده که فکر کنم فرمان نیرو هوایی بود رفت چین و این جنگنده J-10C رو خیلی پسندید و دوست داشت که 100 فرماندهش وارد ایران بشه، مثلا حدود 8 اسکادران. متاسفانه دولت آقای روحانی گفتش که از فرانسه رافال بخرید و این خوب نیست که خب معلوم بود که چقدر میشه از فرانسه رافال خرید. رافال چیز خاصی هم نیست، چون در جنگ دو پاکستان دیدیم که این جنگنده چینی کاملا برتری داشت. اگر ایران هوا رو بتونه پس بگیره و میتونست پس بگیره اصلا جنگ چیز دیگری میشد. چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟ ناراحتی تحریم برداشته شده؟ کاسبان تحریم ناراحتید؟ میخواید تحریم برگردانید؟ تحریم بر نمیگردد. شما میخواید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلدید با دنیا مذاکره کنید؟ شما زبان دنیا را میفهمید چیه؟ شما در فهم زبان ملت خودتون گرفتارید. نمیخوان اصلا هسته‌ای باشه، نمیخوان اسم هسته‌ای بیاد، میترسن. کیا؟ دقیقاً کیا؟ اسم بچهش رو میذاش رستم، بعد خودش میترسید صداش کنه. حالا شدیم ما یعنی موضوع هسته‌ای رو داریم کار میکنیم با شدت، ببینید، ولی موقعی که آدمامونو میزنن دشمن میاد میخواد حسب فیزیکی بکنه و میخواد رعب علمی ایجاد کنه، اینا نمیذارن. اینا کیا نگید؟ اینا خیلی صریح. اینا همونایی هستن که موقعی که آقای فخرزاده شهید شد چرا میخواستن در حد یک مدیر رده چندم
مثلا وزارت دفاع از ایشون نام ببرن، نگن هسته‌ای بود. چی رو میخوان قایم کنن؟ مثلا بگن از مردم خودمون پنهان کنیم، در صورتی که یعنی دولت های روحانی مقصر، چون اون زمان دولت های روحانی سر کار. ببینید ما فقط با روحانی طرف نیستیم، یه جریاناتی وجود داره که در دولت روحانی، روحانی چرا من گفتم که نمیمونم انرژی اتمی؟ چون من مشی آقای روحانی تیمشو میدونستم از 82 تا 84 چی کار کردن و بدتر از این اسم من تو اسفند 1385 قبل از ترور در چیز بوده، اسم من آقای فخرزاده در قطعنامه 1747 شورای امنیت بوده و ما جز اولین آدمایی هستیم تحریم شدیم. درست؟ معلومه که آقای روحانی با اون دیدگاهی که داره حاضر نیست اصلا ماها باشیم سر کار. پس علت حذف ماها، علت حرکتی که برای حذف آقای فخرزاده کردن همین بود که به دشمن بگن آقا ببین شما می‌خواستین اینا ترور کنیم، ما خودمون ترتیبشون رو میدیم، میذاریمشون کنار، فلجشون میکنیم، بودجه نمیذاریم،